وای چی از این بهتر، بخش گرافیک وارزون بال اضافه شد و میتونید شما همین الان تو تنظیمات بخش گرافیک دست پیدا کنید. امروز چهارشنبه ساعت 9 شب وارزون بال آپدیت مید سیزن 5 رو رونمایی کرد و لایو کرد و میتونستیم آپدیت کنیم. تو گوگل پلی حدود 1 گیگا 700 و تو اپ استور هم همین حدودا و تو برنامه‌ایش هم 2 گیگ حجم داشت و حجم خیلی زیادی به بازی اضافه شده بود و میتونستیم آپدیتش کنیم. چیزایی هم که اضافه شده بخش گرافیکه که ما دنبالش بودیم و ما خیلی امید داریم به وارزون بال، چون که الان تو مید سیزن 5 آپدیت رو اضافه کرده. خیلی حرکت گادیه، چون که تو سیزن 6 حدود 20 خورده ای روز دیگه ما میتونیم خیلی بخشای زیادی رو تو بخش گرافیک داشته باشیم. از قضا FPS بتونیم FPS رو مدیریتش کنیم، بالا پایینش کنیم، گرافیک رو بالا پایین کنیم، مدیریتش کنیم، بخش رنگ ها، بخش نور، بخش کوف، بخش همه چی بهش اضافه میشه از نظر من، چون که الان بخش گرافیک باز شده و حدود 27 روز وقت داره که این تنظیمات رو اضافه کنه. واقعا بازی تو این آپدیت خیلی تغییرات داشته، تغییرات زیادی رو آیپد نداشته، رو آیفون نداشته، چون که تو قبلا اپتیمایز شده بوده. تغییرات خاصی نشه، یه خورده روونتر شده فقط بازی، ولی تغییر اساسی رو روی اندرویدی عزیزمون داشته که واقعا خیلی گرافیکش بهتر شده. همین گیم پلی که میبینی واسه یکی از دوستای منه، گفتم برام بفرسته. این گیم پلی همونجوری که میبینی خیلی FPS بالا، خیلی روونه، خیلی گرافیک خیلی خوبی داره بازی و حتی میتونید ببینید که شاید بهتر از iOS عمل کنه در گرافیک و اینا. الان اندروید با iOS هیچ تفاوتی نداره و یه برابری داره. خیلی خوب اپتیمایز کردن واسه اندروید و از اکتیویژن متشکریم. ولی یه باگ کوچیکی داره که هنوز متاسفانه 60 FPS به اندرویدیا اضافه نشده و نمیتونید شما 60 FPS رو بگیرین، که با یه باگ خیلی کوچیک میتونید شما 60 FPS رو بگیرین و خیلی راحته. یه باگ کوچیکی هستش که یه برنامه رو میذاریم اون سمت چپ بالا، وارزون گول میخوره و 60 FPS بهتون میده. اگر هم که نتونستیم باگ استفاده کنیم، حتما تو قسمت کامنت ها بهم بگین که من یه ویدیو در موردش بسازم که چجوری از ریشه دونه بدونه کجا برم چیکار بکنیم که این باگ 60 FPS برامون فعال بشه. بچه‌ها تغییراتی که داشتیم همونجور که می‌بینید توی قسمت مپ‌ها خیلی کوالیتی بهتر شده، عکسای خیلی خوشگلی هست، خیلی بهتر شده، انیمیشن‌ها خوشگل شده که وارزون 2 واقعا این کوالیتی در مقابل وارزون 2 برابری میکنه و خیلی امید داریم که هنوز بازی لانچ نشده و گولبالش نیومده اینقدر خوشگل و امیزین بازی رنگ و بو گرفته. ولی متاسفانه بخش گرافیک که اضافه شده فقط یه دونه بخش داره که اون بخش تشکیل شده از 3 گزینه. گزینه اول یعنی بالاترین کوالیتی، بالاترین FPS، بالاترین گرافیک بازی که خیلی هم نوشته که داغ میکنه گوشی، که حالا من ندیدم رو آیپدم چون بخش دوم که استانداردش رو معمولیه. بخش پایینیش هم هستش که خیلی امید داریم اینو اضافه کرده. این که اضافه کرده مثل 2-3 تا سیزن پیش میشه بازی، خیلی پیکسلی میشه بازی، FPSش خورده بهتر میشه و واسه گوشیایی که رم 4 دارن میتونن راحت با اون تنظیمات سومین بخش بتونن پلی بدن. ولی متاسفانه یه چیز بدی که این مید سیزن اضافه نکرد این ارور جی پی یو بود که خیلی از دوستای عزیزمون هنوز نمیتونن وارد بازی بشن و ارور جی پی یو بهشون میده که متاسفانه هیچ ترفندی نیست. خیلی منو پاره کردن که یه ترفندی بگو آموزش بده، والا هیچ ترفندی نیست و اکتیویژن باید آپدیت بده و واسه گوشه شما اپتیمایزش کنه و بهینه‌اش کنه. نه اینکه گوشه رم 4، گوشه داریم که با رم 8 اسنپ دراگون 855 همون شیائومی ردمی 12 فکر کنم، اونم نمیتونه پلی بده، اونم نمیتونه حتی وارد لاوی بشه چون که ارور جی پی یو میگیره و هیچ کاری نمیشه کرد. امید داریم که سیزن 6 حتما این باگ برطرف بشه و شما بتونید پلی بدین. چرا؟ چون که الان قسمت گرافیک باز شده و حدود 70 روز دیگه تا لانچ جهانی نمونده و 70 روز وقت داره وارزون موبایل و حتما میاد شما رو میذاره بازی که همه گوشی‌ها حتی با رم 4 آیفون داریم که با رم 3 داره همین الان پلی میده و امید داریم که بتونید شما هم پلی بدین تو سیزن 6 حدود 27 روز دیگه. اگه برای آپدیت این مید سیزن مشکل دارین، نمیتونی برسانش کنین، گوگل پلی براتون نمیاره، 1-2 روز آینده احتمالا مایکت با بازار این آپدیت رو بذارن و شما بتونید آپدیت کنین. اگر هم دوست دارین زودتر آپدیتش کنید و مشکل دارین، تو قسمت تلگرام که تو همین
قسمت پیاما پین میکنم یا تو دیسکریپشن مینویسم، میتونید بیان تو چنل من، اونجا آخرین نسخه رو گذاشتم و میتونید که داخل تلگرام بزنید نصب کنید، حدود 1 گیگا و 700 حجم داره، نصب کنید و راحت بتونید آپدیتش کنید. میتونید تو تلگرام ما جوین بشین که من اونجا اخبارا رو به روزتر میذارم و باندل چی میاد چی نمیاد و میذارم و میتونید شما اونجا هم جوین بشین و اونجا تو گپمون بچه‌ها بهتون کمک میکنم، خود من بهتون کمک میکنم و حتما به جوین شین به تلگرام ما. توی تنظیمات هم که تغییراتی ایجاد شده، اول که میرین وارد بازی که سنستون و چیزاتون به هم ریخته که یه نمیخواد برین درست کنید، یه باگ کوچیک داره. وارد این قسمت که میشین که میخوان چیدمانتون رو عوض کنید، سمت چپ یه دونه کاستومایزر نوشته، اونو که بزنید اولی نوشته کاستوم، یعنی همین الان اومده خودش پیش‌فرض انتخاب کرده. دومین گزینه که کنار سمت راستش بودم یا چون من تغییرش دادم دیگه نیست، سمت راستی همون اسم اکانت خودتون میاد و اگه اسمی هم نداشته باشین احتمالا همون دومی است. دومی رو یوز کنید و برین داخلش یه 2-3 تا جابجا شده درستش کنید و اوکی میشه، چیدمانتون همه چی اوکی میشه. من هیچ تغییراتی نه تو سنسیتیویتی دادم نه تو چیدمان، چون که با این حرکت درستش کردم. دومین چیزی که تغییر کرده، یه دو تا قسمت تو تنظیمات گیم پلی تغییر کرده که یکیش که نمیدونم اصلا چیه واقعا، من الان آفش کردم هیچ تغییری پیدا نکردم توش. دومین چیزی که خیلی هم بده، خیلی بده، من یه دست مردم به خاطر همین، اینه که وقتی نزدیک به انمی میشین چی با قنداق اسلحه میزنه تو سر انمی و میخواد مثلا خیلی کماندویی بکشتش که شما دارین دستتون گذاشتین رو تیر، ولی اون اولویت میده به این حرکت و تیر نمیزنه و میبینین شما. این خیلی حرکت بدیه. به خاطر همین این گزینه‌ای که همین الان میبینین اینو غیر فعالش کنید و راحت شما مثل قبل پلی بدین که این خودش دیفالت اومده فعال کرده و ریدم. تو ویدیوی آینده خیلی بیشتر رو بخش گرافیک مانور میدیم و بازش میکنیم و تو چه قسمتش بهتره و تنظیماتش و اینا، ولی الان هیچ اطلاعاتی نداریم. ساعت 9 آپدیت اومده، همین الان که میبینید من ساعت 4:11 صبح که من دارم براتون ویدیو درست میکنم و بهتون عشق دارم، عشق من این دوستای عزیز. ولی من خودم همین الان این آپدیت که اومده خیلی امید داشتم که یه کار کنه که سرور بهتر بشه، چون خود من همین الان مشکل پینگ دارم. خیلی هم کامنت گذاشتن مشکل پینگ داریم، والا منم مشکل پینگ دارم. گرا بوستر هی کرش میکنه، وارد بازی میشین نصف بازی میکنه یهو کرش میکنه، تایم اوت میشه، یه ارور میاد که شما از سرور افتادین بیرون، وارد بازی نمیشه، استارت نمیشه مچ، چه میدونم خیلی سخت شده بازی کردن واسه ما، چون پینگ خرابه، سرورها شلوغه، خیلی ایرانی ریخته تو بازی، واقعا ایرانی خیلی زیاد ریخته تو بازی. من عشق میکنم از این حرکتتون. شما دو تا راه دارین. یه راه آقا فیلتر شکن اشتراکی خیلی خوب بگیرین که من هیچ فیلتر شکنی الان پیشنهاد نمیکنم. یه دو تا دونه فیلتر شکن اشتراکی هست که من خودم استفاده نکردم، یکی دو تا از رفیقام استفاده کردن که میتونم بیام بهتون بگم. اینم تو پی وی بیاین، من براتون لینکشو میفرستم، خودتون برین بخرین از پشتیبانیش، اصلا من هیچ کار نمیکنم. ولی راه دوم که بیشتر واسه گرا بوستریاست که صفحه مشکی میشه یا صفحه لوگو گیر میکنه و نمیتونی وارد بازی بشین، اون یه ترفند کوچولو میتونید توی بخش گرا بوستر ایجاد کنید که بتونید راحت وارد بازی بشین. که این قسمت سمت چپ من ویدیوش قبلا ساختم، میتونی روش کلیک کنی و این باگ گرا بوستر رو یاد بگیری، یه تکونی بهش بدی، اون صفحه 3 رو رد کنی یا بری وارد بازی بشی و عشق کنی. کار من عری خدافظ.